سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. مطهر گلشن هستم. در این ویدیو قصد دارم سفارشی کردن پالت رنگی نقشه را به شما آموزش بدم. پس با من همراه باشید. وارد سایت مپ باکس میشویم و سپس وارد حساب کاربری خودمان. قبلا به دو روش وارد کردن نقشه‌های آماده را در استودیوی مپ باکس توضیح دادم. یکی از قسمت گالری و دیگری از این قسمت Create a Map in Studio. خب دوباره وارد این قسمت میشم. اینجا رو دقت کنید. نقشه‌هایی که قبلا در استودیوی مپ باکس ویرایش کردید در این قسمت برای شما نشون داده میشه که در صورتی که خواستید میتونید هر کدام که مد نظرتون هست را انتخاب کنید و دوباره ویرایش‌های خودتون رو انجام بدید. خب من وارد قسمت نیو استایل میشم. بعضی از قالب‌ها مدل‌های رنگی متفاوتی دارند. مثلا قالب مونوکروم را انتخاب می‌کنم. همانطور که می‌بینید مدل‌های رنگی مختلفی داره. اسکای و یا دارک. هر کدوم که مد نظرتون بود را میتونید انتخاب کنید و روی گزینه کاستومایز کلیک کنید تا وارد استودیوی مپ باکس بشید و ویرایش‌های بیشتری را انجام بدید. یا مثلا قالب نویگیشن که دو مدل شب و یا روز داره. در این قسمت میتونید یک پیشنمایش از منطقه مورد نظرتون با مدلی را که انتخاب کردید ببینید. خب یه قسمت جذاب دیگه هست به نام Style with Image که به نظرم این قسمت برای شما طراحان لباس خیلی میتونه کاربردی باشه. مثلا قصد دارید نقشه منطقه از ایران را بر اساس پالت رنگی لباس مردمان همان منطقه برای مودبورد خود طراحی کنید. همانطور که میبینید خودش پیش‌فرض یک عکس گذاشته و بر اساس رنگ‌های عکس نقشه را طراحی کرده. از این قسمت اگر گزینه لایت را انتخاب کنم از قسمت‌های روشن عکس رنگ انتخاب میکنه. گزینه دارک از قسمت‌های تیره و گزینه کالرفول که حالت نرمال می باشد. روی گزینه سلکت ان ایمیج کلیک می کنم و عکس مورد نظرم را انتخاب می کنم. مثلا عکسی از لباس مردمان بختیار انتخاب می کنم. خب اول حالتهای مختلف رو امتحان می کنم. به صورت پیش‌فرض حالت کالرفول هست. خب لایت به این صورت میشه و دارک. روی عکس دایره‌ای هست که هر کدوم از اینها نمایانگر قسمتی از نقشه هستن. روی هر کدام که چند لحظه نگهداری مشخص میشه. مثلا این لند یعنی زمین. اگر دایره رو نگه داریم و بکشید میتونیم رنگش را تغییر بدیم. رود یعنی جاده ها. گرین اسپیس یعنی فضای سبز. واتر آب. لیبل مربوط به نوشته ها هست و همین رنگ سفید فعلا خوبه. خب برای تنظیمات بیشتر وارد استودیو میشم. از کاستومایز رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینی یک نقشه زیبا با رنگ های انتخابی خودمون. در باکس سرچ میتونید منطقه مورد نظر خودتون رو جستجو کنید.
اگر با توجه به کارتون احتیاج به این داشتید که نوشته ها نباشند، به این صورت عمل کنید. ببینید در این قسمت تمام لایه ها قرار دارن. من میخوام لایه های مربوط به نوشته ها رو مخفی کنم. لایه هایی که آخرشون کلمه لیبل هست را انتخاب میکنم و روی آیکون های کامپوننت کلیک میکنم. اینجا رو دقت کنید. این لایه رو وقتی انتخاب میکنم چند تا لایه دیگه هم همزمان انتخاب میشن و اگر مخفی کنم همه اون لایه هایی که انتخاب شدن مخفی میشن. پس برای اینکه فقط این لایه مخفی بشه روی این علامت فلش کلیک میکنم تا زیر مجموعش باز بشه و سپس زیر مجموعه را انتخاب میکنم و مخفی میکنم. این لایه هم همینطور زیر مجموعش رو انتخاب میکنم و مخفی میکنم. هر کدام از این لایه ها را که انتخاب میکنید یک سری تنظیمات داره. مثلا میتونید رنگ و یا فونت نوشته ها رو عوض کنید. مثلا این لایه رنگش رو عوض میکنم. همچنین از قسمت گلوبال میتونید تغییرات را انجام بدید. در قسمت لیرز به صورت لایه دسته‌بندی شده و در قسمت گلوبال بر اساس تایپوگرافی و کالر دسته‌بندی شده که از این قسمت راحت‌تر میتونید ویرایش‌های خودتون رو انجام بدید. مثلا رنگ واتر را انتخاب میکنم. روی این قسمت که کلیک میکنم باز میشه و زیر مجموعه تمام لایه ها رو اینجا نشون میده و میتونید ویرایش کنید و در نهایت عکس را دانلود کنید. خب تمام امکانات استودیوی مپ باکس که شما طراحان لباس برای مود بورد یا چاپ پارچه نیاز داشتید من در این ویدیوی مپ باکس آموزش دادم. خب فعلا خدا نگهدار.